خانواده یک افسر تاجیک سال 2015 در جریان عملیات نیروهای حکومتی علیه گروه عبدالحلیم نظرزاده کشته شد میگوید بعد مرگ او مقامات به آنها سرتیفیکات خانه را دادند، اما با گذشت 2 سال از خود خانه خبری نیست. میجگانه اصلانова همسر مظفر سعیدов کارمند پیشین کارهای داخلی شهر وحدت است که در پی حمله گروه مسلح مربوط به گنرال عبدالحلیم نظرزاده در اتاق کاریش کشته شد. میجگانه اصلانова روز 10 август در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار بود طبق سفارش رئیس جمهور او و 5 فرزندش با منزل استقامتی در پایتخت تامین می شدند، اما با گذشت 2 سال هنوز هم منزل وعدگی را به دست نآورده است. همصحبت ما میگوید پس از مرگ شوهرش پرزیدنت امامعلی رحمان در قطار چند نفر به او هم سرتیفیکات و کلید خانه نوساخت در محله زرافشان پایتخت را تقدیم کرد. این خانواده باید در 3 ماه به منزل مجهز کوچ می‌بستند. حالا او حیران مونده است که چرا سفارش پرزیدنت اجرا نمی‌شود. میجگانه اصلانова با 5 فرزندش در حولی خوشدامنش زندگی می‌کند. هیچ کار نمی‌کنم، 5 تا کودک من آخره چیه من می‌خوام که یاردمم کنه. کودک‌ها دستگیری کنن یا جای مکتب ده ما آب خریده خاطی استفاده می‌برم. 100 سومون آب می‌خرم هر هفته یا اصلانова میگوید که شوهرش یک کارمند سابقه‌دار وزارت امور داخله بود و 14 سال در امر تامین ترتیبات به حیث خادم پلیس و هم ساختارهای دیگر کار کرده و با امر تقدیر در جای کارش به هنگام اجرای وظیفه‌های کسبی خود کشته شد. او میگوید جای خالی شوهرش را چیزی و کسی پر کرده نمیتواند، اما این خانه میتوانست در آینده برای تربیت درست فرزندانش کمک شود. بعد سری شوهرش به میجگانه اصلانова و فرزندانش دولت در مجموع 2,500 سومانی نفقه تعیین کرده است، ولی این مبلغ هم در شرایط امروزه نمیتواند خرج و احتیاجات یک خانواده 6 نفره را پورا تامین کند. میجگانه میگوید سخت‌تر از همه این است که فرزندانش دیگر از مهر و تربیت پدر محروم شدند. اصلانова گفت برای حل مشکل خانه وعدگی بارها به مقامات وزارت امور داخله مراجعت کرده است، ولی تا هنوز نتوانست صاحب خانه شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که اویله مظفر سعیدов تا حال خانه نگرفته است. سخنگوی این وزارت عمرجان امامعلی در صحبت با رادیو آزادی گفت 12 خانواده که نزدیکان آنها در عملیات نیروهای حکومتی علیه افراد مسلح کشته شدند میبایست منزل‌های استقامتی میگرفتند، اما به دلیل تأخیر در ساختمان بینا در محله زرافشان 5 نفر خانواده نتوانستند منزل‌های وعدگی را سری وقت صاحب شوند. 2 میلیون را وعده کردگی نمیز طرف 100 داده از جمله 5 نفر موندگی 1 نفر شمیه، اما 2 چه میتونشون پرابلم نیست و اکیدگی اما 2 تمام نشده. ماه سپتامبر سال 2015 به شعبه امور داخلی شهر وحدت و یک پستگاه پلیس در شهر دوشنبه حمله‌های مسلحانه صورت گرفت که دست کم 14 نفر از مقامات انتظامی را کشته به جای گذاشت. مظفر سعیدov که آن زمان سردار قسم مالیه در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت بود از تیر حملگران کشته شد. پس از چند روزی این حادثه پرزیدنت امامعلی رحمان در مراسم به 122 نفر سربازان و شهروندانی که در عملیات علیه گنرال عبدالحلیم نظرزاده و شریکانش شرکت کردند مکافات‌های دولتی سپرد. حالا یک مکتب میانه در دهه اربابدره شهر وحدت به نام مظفر سعیدov نامگذاری شده است. میجگانه اصلانova همسر این افسری میلیسا میگوید درست که با نامگذاری کردن مکتب با اسم و نسب همسرش او را در یادها زنده نگه می‌دارند، اما نمی‌شود بدون کمک اقتصادی و اجتماعی هم فرزندانش را بزرگ و صاحب معلومات کرد. اسلامova گفت تمام این مدت با امید زندگی می‌کند که وعده‌ها حتما اجرا می‌شوند.